خب به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. ما توی 3 پارت قبلی در خصوص ویژگی الگوی رفتاری برای شما توی سازمان صحبت کردیم. در خصوص پارت قبلی الگوی دی رو توضیح دادیم. الان میخوایم در خصوص الگوی اس صحبت کنیم. اون کاربردی که ویژگی‌های مثبت خودتون رو نوشتین رو مجدد جلوی خودتون بذارید و ببینید چقدر از این ویژگی‌های رفتاری با شما همخوانی داره و چقدر از این ویژگی‌ها رو در واقع ندارید. به خودتون نمره بدین یا از طریق آزمون در سایت noavan.ir/disk آزمون خودتون رو بزنین، با ما تماس بگیرین تا بتونیم در این خصوص شما رو بیشتر راهنمایی بکنیم. اما نکته‌ای که وجود داره در خصوص الگوی در واقع رفتاری به معروف به ثباتگرهای استادینس ها که با اس شناخته میشه، ویژگی های اونها میدونین که 40% از جمعیت توی پارت اول در مورد صحبت کردیم از مردم جامعه معمولا الگوی اس دارن. البته این آمار پراکندگی میتونه در شهرهای مختلف کم و زیاد بشه. طبیعتاً آدمایی که الگوی اس دارن آدم‌هایی هستن که عدالت محورن، دنبال اینن که در واقع صلح رو در جامعه برقرار بکنن، نیازهای دیگران برای اونها در اولویت بالاتری هست، آدم‌های همدلی هستن. بنابراین روانشناسان، مشاوران و آدم‌هایی که قابل اعتماد هستن در این گروه قرار میگیرن. البته همه گروه‌ها قابل اعتماد هستن و خب معمولاً اسها آدم‌های آروم، وظیفه شناس، شنونده‌های خیلی خوبی هستن. چرا داریم در مورد اس بعد از دی حرف میزنیم؟ به خاطر اینکه اس در نقطه مقابل دیه. اگر یادتون باشه در الگوی دی گفتیم دی ها شنونده های خوبی نیستن و معمولا انتقاد رو گوش نمیدن و در واقع توی گروه اس دقیقا این نقطه مقابله. برخلاف گروه دی، این گروه بسیار محتاطه، این گروه بسیار جامعه نگره، به عنوان یک فرد خونگرم شناخته میشه، تعاملات اجتماعی و البته دوستان محدودی رو داره، فرایندگراست، کارمندای بسیار خوبی هستن و میتونن اگر فرایندی رو براشون تعریف بکنین در مسیر قرار بگیرن و تمام آنچه که بهشون وظایفی که بهشون محول میشه رو انجام بدن. امنیت شغلی براشون بسیار مهمه، لذا بحثایی مثل بیمه، مثل خدماتی که شغل در واقع خدماتی که اون کسب و کار برای کارکنان در نظر میگیره، برند کارفرمایی بسیار برای اون مهمه که آیا در جای مطمئنی در حال کار هستن یا نه. خیلی دنبال جاه طلبی و رشد و پیشرفت نیستن و فقط منتظر دستورالعمل هستن که طبق اون دستورالعملی که یا فرآیندی که براشون تعریف میشه کارهای روزانه خودشون و روتین خودشون رو انجام بدن. طبیعتاً آدم‌های قانعی هستن، خیلی برای اوضاع مختلف برای تغییرات و تغییرات آنی گارد میگیرن، خیلی سریع تغییر نمی کنن و نیازمند در واقع همدلی و همدردی بالایی هستن. سبک اس سبک وفاداره، در سازمان ها بسیار صبوره، توی نگفتن ضعف داره و گاهن میتونیم بگیم که کلامشون بسیار آروم، توناژ صداشون آرومه، سنجیده حرف میزنن، قابل پیش بینی ان. نیازهای دیگران خصوصا نیازهایی که در معرض ظلم قرار میگیرن براشون اولویت بالایی داره، بنابراین در حوزه‌های امور خیر پیشگام هستن. در برابر تغییرات گفتیم مقاومت میکنن و خب خیلی آدم‌های خجالتی، حساس و زودرنجی ان و ابراز وجود و احساساتشون ضعیفه و کم هیجان و متعادل هستن. در مدل رهبری رهبران وفاداری هستن، صبر و تفکر بالایی دارن، شنونده‌های خوبی هستن و مشارکت بالایی در فعالیت‌های گروهی دارن.
و خب رفتار کند ولی در واقع ادامه داری رو دارن، اعتماد به نفسشون پایینه، ترس و اضطراب و افسردگی رو میتونین در بعضا رفتارهای خام توی این افراد ببینین و هدفشون معمولا کمک به دیگران. یعنی چراغی که به مسجد رواست به خانه حرام است. یعنی این ضرب مثلا برعکس گفتم. طبیعتا خیلی توی تصمیم گیری و بروز واکنش هم کند عمل میکنن. رفتار و زبان بدن این افراد رو میتونیم ما به این صورت ببینیم که دست آروم، دست گربه مایی میدن. اصلا خیلی شما این دست رو برخلاف دیا که دست شما رو فشار میدن و اون قدرت طلبی از بالا دست میدن، اینا دستشون از زیر دست میدن و خب خیلی آدم های سر به زیری هستن، حرکاتشون آهسته است، سوال زیاد میپرسن، آدم های شنونده خوبی هستن، نظراتشون رو معمولا بروز نمیدن، ارتباطات کلامیشون کمه، قدرت تون صداشون پایینه و آروم صحبت میکنن و ارائهشون گرمه. برای یه کارمند اس کافیه روالهای استاندارد رو توی سازمانتون تعریف بکنین، ازش قدردانی بکنین. نیاز به قدردانی در محیط عام و در بالای سن و در واقع به صورت تشریفاتی نیست. خیلی ساده همین که ازشون به صورت زبانی تشکر بکنین و قدردانی بکنین، این خیلی انگیزه بهشون میده. در محیطایی که تنش و درگیری بالایی داره اصلا واردشون نکنین، محیطای پر ریسک اصلا واردشون نکنین و شغل‌هایی براشون جذابیت داره که قابل پیش بینی باشه و شرایطش رو در واقع از پیش بدونن. مثل همه در واقع کارمندهایی که همه شما هم قطعاً در کسب و کار خودتون می‌بینین، انگیزه‌های اس‌ها در راستای کمک به دیگران تایید شدن و صداقت و وفاداری نوع دوستی در اونها به وضوح دیده میشه و ترسشون با در واقع تغییرات ناگهانی، شکست‌ها، تهدیدها، امنیت‌های جانی، بی‌عدالتی و بی‌وفاییه. سوالاتی میپرسن بعضن دوستان که آیا اس‌ها میتونن مدیر باشن؟ بله، اما مدیرانی که برای حفظ امنیت، حفظ آرامش، صلح، دوستی، خیریه ها، مدیران خیریه ها، مدیرانی که در واقع در حوزه های مثل هلال احمر، فضای این تیپی شاید خیلی مشارکت های بیشتری داشته باشن. مدیران مردم نهاد، انجمن های مردم نهاد هستن و اگر یک اس رو در یک سازمانی به عنوان مدیر انتخاب بکنین، احتمالاً ممکنه با آسیب‌هایی در حوزه‌های این که نتونه کارها رو به درستی توزیع کنه. به عنوان مثال، حالا به عنوان شوخی میگم، اگر کارمند این مدیر به مرخصی بره، خود این مدیر کار اون کارمند رو انجام میده و چون اون نگفتن ضعیفه ممکنه آسیب‌های جدی در کسب و کارهای که نیاز به تصمیم گیری قاطعانه داره بخوره. اما میتونن سبک رهبریشون سبک مشارکتیه و خودشون پیشرو در انجام کارها هستن و خب طبیعتاً ما وقتی که نقاط قوت گروه اس رو بررسی میکنیم، آدم‌های صبور، آرام، متواضع، مهارت شنیداری بالا، مشارکت پذیری توی کارهای تیمی، وفادار به خانواده و دوست و عاشق مهمونی دادن و سرویس دادن به دیگران هستن. خانم‌ها، خصوصاً خانم‌های خانه‌دار، در این گروه جای قرار میگیرن و قانون پذیرن و به این گروه به شدت میشه اعتماد کرد. البته که در تعاملات اجتماعی، ارتباطات اجتماعیشون زیاد ریسک پذیر نیستن، با آدم‌های جدید وارد ارتباط نمیشن، استقلال ندارن، همیشه نیازمند یک تکیه‌گاه هستن، ریسک پذیریشون ضعیفه، شاید گاهی وقتا عزت نفس در این افراد به شدت پایین باشه و میتونیم بگیم که خود ابرازی رو در محیط خیلی ضعیف برقرار میکنن و اینکه همه رو مثبت میبینن، قضاوت نمیکنن دیگران رو معمولا و توی تصمیم گیری هم قاطعیت ندارن، دودلی و گاهن توی اون نگفتن بسیار
ضعیف هستن و نیازمند کمک کردن. اگر کودکان در لایه اس دارین حتما ازشون بپرسین که توی مدرسه جایی که آموزش میرن چه اتفاقایی افتاده. ممکنه تحت آسیب‌ها و مشکلاتی قرار بگیرن که اونها اصلا اینها رو بیان نمی‌کنن، در حالی که گروه دی خودش رفته دعوا کرده، دست به زن داشته، کتککاری کرده و شاید زودتر از خودش مدرسه با شما تماس گرفته. ولی گروه اس از این موضوعات صحبت نمی‌کنن و خب طبیعتاً نیازمندن که حتما شما از اونها بازخورد بگیرید. پدر یا مادری که استبالایی داره معمولاً در حوزه خانه حمایت میکنه، کمک میکنه. شاید مردهایی رو شما ببینید که در واقع توی فعالیت‌های خانه به شدت همراه خانواده هستن، کمک میکنن توی ظرف شستن، چای ریختن، غذا درست کردن، حتی توی سختی‌ها. ما برای رفتار جنسیت نمیشناسیم، بنابراین آقا یا خانم میتونه الگوی دی آی اس سی هر ویژگی رو داشته باشه. ولی خب طبیعتاً بر اساس باورهای فرهنگی ما میبینیم که افرادی که در گروه اس هستن بیشتر وقت خودشون رو با خانواده میذارن، در حالی که در نقطه مقابلش گروه دی بیشتر وقت خودش رو در محیط کار سپری میکنه. گروه اس نیاز متقابل به عشق ورزیدن دارن، از تنش و درگیری دورن و دنبال احساسات و صبوری و مهربانی و خوشقلبی هستند و همیشه این ویژگی ها رو دارن. شنونده های بسیار خوب و دقیقی هستند و نیازمند صداقت و شفافیت هستند. از آدم های دروغگو و دروغ فراری هستند و طبیعتاً دنبال اینن که یک مهمونی باشه و یک سرویسی بدن و پذیرایی بکنن توی خونه. گاهن به خاطر اون تردیدها و حالا تعلق توی کارهاشون دارن، دودلی در تصمیم گیریشون دارن، خشمشون رو بروز نمیدن، معمولا خودخوری میکنن، از ارتباطات زیاد فراری هن و حریم خصوصی بسیار براشون مهمه و دنبال این هستن که حمایت بکنن، حمایت بشن. پرستارای عزیزمون که در واقع توی کشور در دوران کرونا اگر شاهدش بوده باشین، شاید خیلی از آدم‌ها از محیط‌های پرخطر فاصله می‌گرفتن، ولی تنها جبهه‌ای که در این خط مقدم همیشه آن کال و همیشه حاضر بود پرستاران و دکتران عزیز بودن که کمک کردن تا در واقع اون دوران کرونا با حداقل تلفات و برای بیماران با کمترین آسیب و درد سپری بشه. و خب میبینیم توی بیمارستان ها پرستارانی که با لایه اس بسیار در واقع برنامه درمان رو برای بیمار تسهیل میکنن. این یه واقعیته که شاید بعضی جاها شما پرستاره با الگوی دی ببینین و اونها در این محیط بسیار عملکرد خوبی مثل اس ندارن و شاید اون نیاز عاطفی، نیاز همدلانه‌ای که نیاز هست که پرستار با بیمار خودش داشته باشه رو برقرار نمی‌کنن. لذا برای چندمین بار خدمتتون عرض می‌کنم که هر گروهی در جای خودش میتونه عملکرد خیلی خوبی داشته باشه. قاعدتاً وقتی ما اس‌ها رو در محیط کار می‌بینیم، افراد همدل، خدمتگزار، مورد اعتماد، وفادار، روشمند، سنجیده، در مقابل تغییرات باز هم میگیم مقاومت میکنن. تغییر رو بعد آروم آروم به این آدم ها انتقال بدیم و دنبال روش‌های عملی صحیح و امتحان شده هستن، نه راهکارهای جدید و ناشناخته. و همیشه دوست دارم که حمایتگر باشن تا رهبر. توی فوتبال توی دفاع قرار میگیرن، حتی خودشون رو پرت میکنن جلوی توپ تا توپ وارد دروازه نشه و کارهای یک نواخت و تکراری مثل کارمندی، مثل مسئول دفتری، مثل بایگانی، مثل حوزه‌های پرستاری، حوزه‌های مراقبه، روانشناسی و حوزه‌های مختلف براشون جذابیت خوبی داره. تو شغل‌های عامل منفعه، روانشناسی، مددکاری، حوزه‌های منابع انسانی، حوزه‌های ارتباط با مشتریان و
کارهای مربوط به کودکان و محیط زیست بسیار کارآمد هستند. خصوصیت‌های مثبت اس اینه که همیشه توی انجام کارها پیش قدم هستن و میتونن کارها و وظایفشون رو به نحو احسن انجام بدن، برای اهداف تیم کوشش میکنن و صادق، واقع‌گرا، با دیگران شکیبان و برای روابط هم تلاش میکنن. جملاتی که محبوب گروه اس اینه که سبز همیشه سبز، رنگ سبز رو واقعا دوست دارن و همیشه میگن دست در دست هم نهیم به مهر. من میتوانم صبر کنم ببین بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن. زندگی زیبا زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسن. اینها جملات تأکیدی گروه اس هستن. کبوتر که نماد صلح، طبیعت که نماد پایداری و در واقع خانواده دوستی، گل و در واقع اون حیات و نوع دوستی رو در این گروه در نمادهاشون میبینید. برای گروه اس توصیه میکنیم که سعی کنن که تا حدودی اعتماد به نفس روی عزت نفسشون کار بکنن، اعتماد به نفسشون رو بالا ببرن، خیلی اون کلمه نگفتن رو بتونن کار کنن، خصوصا روی حوزه کودکان. به هر حال کودکان آسیب پذیرتر هستن در سن کودکی و سطح انرژیشون رو افزایش بدن، سطح هیجاناتشون رو افزایش بدن. اینها میتونه بهشون حس و حال جدیدی رو بده و طبیعتاً میتونه منجر به کنترل احساساتشون بشه. 4 الگو در گروه اس داریم، گروه های اس، SD و SI و SCD. ما در های اس ها در واقع رفتار متخصص رو میبینیم که از طریق داشتن خلق و خوی آرام، پایدار، عملکرد مداوم و ثبات برای گروه تیم ایجاد ارزش میکنن. SD ها یا DS ها رو داریم که در واقع گروه نائل شوندن، نه از طریق استقلال و تکمیل وظایف بهترین نحو برای گروه ایجاد ارزش میکنن و گروه SI که در واقع رفتار نمایندن، الگوی رفتاری نماینده از طریق خدمتگزاری ایجاد هماهنگی برای گروه ارزش میکنن و گروه SCD هم جستجوگرای سرسخت و در واقع راسخ و پیگیر برای رسیدن به اهداف هستن. اگه بخواید واحد آرندی ایجاد بکنین، الگوی SCD بسیار مناسبه. اگر بناست در سازمانتون رفتارهای در حوزه منابع انسانی اتفاق بیفته، UI UX کار بشه یا فضاهای این تیپی نیاز هست، SD های DS ها بسیار کارآمد هستن. اگر نیاز به افرادی دارین که در حوزه‌هایی که نیاز به فرآیندهای روتینه مثل بایگانی و دفاتر و امور دفتری، الگوهای های اس میتونن کمک کننده خوبی باشن و SI ها هم در حوزه‌های مددکاری‌های اجتماعی به شدت میتونن اثر بخش باشن. من یه ویدیو برای شما پخش میکنم تا بتونیم در واقع این گروه رو بهتر بشناسیم. به عنوان مثال ما میتونیم توی سریال رگ خواب خانم لیلا حاتمی رو در این فیلم به عنوان یک فرد اس بشناسیم و کسانی که در واقع این فیلم رو دیده باشن میبینن که این خانم چقدر اعتماد به نفس پایین، عزت نفس پایین، اما در وقتی یک خانه، یک فضای که به شدت فضای نامرتب و بیروحی قرار میگیره، میتونه در واقع اونجا رو بهش گرما ببخشه و تبدیل به یک خونه بکنه و شرایط خودش رو میبینین توی این فیلم. باز ما میتونیم توی فیلم های مختلف رفتارهای حمایت کننده رو ببینیم. آقای در واقع کارآفرینی که خیلی معروف هم هست، آقای دکتر نبی، که در واقع توی این فضا به عنوان کارآفرین هست، مثل الگوی SD هستن که در واقع حمایت خودشون از بخش
فقیر هست و کسانی که در واقع مجرم هستن در کارخونه ایشون میتونن شروع به کار بکنن و رفتارهای حمایتگری رو در ایشون میبینین. من ویدیوها رو حتما در اختیار شما قرار خواهم داد و دوست دارم تجربه شما رو، اگر دوست یا کسی از یا خود شما این الگو توی خودتون بالا میدونین، بگین کجا در چه حوزه‌ای دارین فعالیت میکنین و آیا این فعالیت و تجربه شما در واقع همسان با بحثایی که ما مطرح کردیم هست یا خیر. موفق و پیروز باشین. تا اسلاید بعدی که در خصوص الگوی آی صحبت میکنیم، خدا نگهدار.